یه لقمه نان خدا میرسونه، هدایت میگیره از خدا. بگو نگو نان بده، نان میده خدا. بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید. خیر دنیا و آخرت به ما بده. هر چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و فرزندانمون هست و دوستانمون هست اون بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشی، آبرو نداشته باشی، هیچه. خدای ذره آبرویی داریم حفظ کن. خدای مردم زیر این لباس نمیدونم من چند تا نشانه دارم. خدایا تو توفیق داده من این دگمه ها رو بستم. خدای زیر این لباس نشونه مردم نده.